20 سال پیش بوتاکس به دنیا معرفی شد. 15 سال پیش فیلر. 12 سال پیش قرص و پودر و کلاژن معرفی شد. به نظر شما از 12 سال پیش به این بعد هیچ روش مؤثری برای درمان مشکلات پوستی و جوانسازی پوست معرفی نشده؟ چرا شده؟ اما بهت نمیگن. اگر بهت بگن دیگه شما بوتاکس و فیلر انجام نمیدی و قرص و پودر کلاژن هم استفاده نمیدی. قوی ترین و جدیدترین روش جوانسازی پوست در دنیا روش احیای پوسته. در روش احیای پوست به دلیل وجود سلول‌های بنیادی این روند درمانی بدون بازگشت و بدون عارضه است. اگر در این روش زیر نظر مجموعه ما باشید، آنزیم‌های پیری شما فریز میشه و شما یه پوست روشن و شفاف خواهید داشت. سنت کمتر دیده میشه، منافذت کامل بسته میشه و لکات کلا برطرف میشه. اگر میخوای این روش درمانی رو با ما شروع کنی، حتما کلمه مشاوره رو برای ما کامل کن.